صورت اسلامی کنیم برای که ای مودیات جسمون خیلی قوت گرفت و معنویات هم لازمه که ایمانمون اخلاصمون همه اینها باید آب خره و خبی شوه و مقصد آب و تاب یابد. زیرا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قرآن خواندن او تفسیر او گوش کردن او ربیع القلبی، یعنی که بهار دل بده است. بهار فصل احیای، فصل زنده شوی ای، فصلی است که انسان و یک بازگشت میبیا هر جایی که ندای قرآن بلند شوه و صحبت قرآن بلند شوه و گفتار قرآن بلند شوه، به شک و شبهه دانسته باشیم که روحای ما و بهار بازگشته. حتی که هر چیز از یک چیز قوت نگیره، حتی روشنی ماهتاب از آفتاب میدانند، تمام طبیعت خوشرویی و زیبا و رنگ چه گرمی آفتاب میدانند، اما مسلمان قوت و آب و تاب روحش یکم شیشتن با کلام خدا بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بالای منبر دا بلند شدن گفتن ای مردم، این کتابی است که با این میشینه هدایتاتون بلند میشه، توفیقاتون مستحکم میشه، گناهاتون میسوزه، بعد از خیستن سبوک میخیزه. بعد از اون میگه حضرت دوام دادن گفتن هر کس قرآن داره همه چی داره، هر کس قرآن نداره هیچی نداره. گفتن حضرت در کجا؟ اول در قفس سینه‌اش، دویم در زندگی عملی کردگیش. کسی قرآن دایریجش از یاد کرده او همه چی داره، او را اگر عملی کنه با نور علی نور. برای همین مسلمان یگانه چیزی که دستاورد بزرگی که ما داریم این قرآن مونه. حتی که حضرت ابن مسعود روایت میکنه که زمان عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی ما همین بود که ما 10 آیه قرآن از یاد میکردیم، در زندگیمون عملیش میکردیم و قفای 10 آیت دیگه میشدیم. این همین بود مگه حالی ما، این همین بود مگه زندگی ما. برای همین هر کسی که قرآن داره همه چی داره، هر کسی قرآن نداره هیچ نداره. گفتن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از او گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از پیغمبر خدا مقصد گوش کردم که حضرت گفتن که رب تال قرآن و القرآن یلعنه، بسیار آدم قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنن. میگم حدیث درازه در امام نووی هم میگه، میگه بسیاری آدم قرآن میخونن و قرآن لعنتشون میکنن. گفتن چی با؟ یعنی هیچ عمل به کلام الله ندارن، میدونن قرآن میخونن بلبل و توتی و خوشبو، میگن قرآن لعنتشون میکنن. برای همین پروردگار ما را پناه ده لعنت قرآن. حدیث امام ابو داود بوده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی در قفس سینه‌اش یک آیت قرآن از یاد میدونه، بالای او در فسق و فجور و شراب میریزه، روز قیامت انمی یک آیت از گلوش آوردن نزد خدا داره که پروردگار من کلام تو بودم این کار کرگی ای، من شاهدی میتونم که همین گناهگار ای. رسول اکرم گفتن که کسی قرآن در حقش به بدی شهادت و جهنم میره. برای همین این یک کتابی هست که در شیشتن با این گوش کردن به این موعظه، به این صحبت، به این ما همین شور صحیح میشته. برای خوشا و حال انسانایی که این بعض ما را این کارا رو دوست می‌دارن، این عملا رو دوست می‌دارن، خیلی خیلی ولی قرآن خیلی عصر و زمان در کاره که حال قرآن حال تفسیر نشده. پیش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی از بادیه میبیو میگه حضرت قرآن تعلیم ته. حدیث امام مسلم روایت میکنه پیغمبر خدا در بین صحابه میپرته میگه قرآن تعلیمش ته، سر میکنه ای سوره اذا زلزله و من یعمل مثقال ذره خیر یره ده میبیو، یعنی که هر نیکی که میبینی به اندازه از ذره حاجه او را میبینی، خیلی میبینی، همین قبادی هم کنی میبینی. این مرد میگه جمع کرد، میگه همین سوره را از یاد کرد شد، میگه گفت که من روی بادیه را پیش میگیرم. گفت چی با؟ گفت آخه نه فهمیدم که بدین یکی فراموش نمیشه، بس من در میخواش پیش حضور پیغمبر اومدن گفتن مسافر رفت همین سوره اذا زلزله را از یاد کرد، گریه کرده رفت همین 2 آیت آخرش تا حضرت گفت که همین کار اگر کرده باشه گفتن افلح، این نجات یافت. یعنی گویا میشه عزیزا که یک آیت ما رو نجات میده، یعنی که همین نیکی و بدی نزد خدا فراموش نبوده، میدیدی پیغمبرش
میگه ذره هم باشه. برای همین مقصد این قرآن شیشتن، با این قرآن صحبت کردن. این قرآن یک کیروزه، یک همین ترازوی هست که ما خودمون با او باید موافق بیم همون. این همین چیز آمده که قرآن کلام خدا برای همین شیشتنامون و صحبتامون و آخریامون، برای همین که پروردگار هدایتامون هدایتای صدق گردانه و توفیقامون توفیقای به قوت گردانه و ایمانمون مستحکم کنه و همین صحبتامون در همین دنیا هم در آخرت هم دستگیر روزی مقصد آخرت در همین دنیا فتح و نصرت پیروزی دین گردانه. به دنیا نفس او شد اژدهای شداد جنت ساخته بوده است. همین خیلی لعنتی میشه که این ببینین که حضرت عزرائیل در گرفتن جانش مقصد گرفتن این جان شداد که جنت ساخته بوده، حضرت چیکار کرده بوده؟ کمتر افسوس کرده بوده که همین کرده هیچی، همین جنت ساخت، همین خواست که هم دری جنتش درویا. در یک روایت آورده بوده است که همین خیلی جنت میسازه در همین دشت های همین امروزه عراق یک حادثه بوستان میسازه. بعد از او دیگه تمام خرجاتش تمام میشوه، میخواهند که با آب طلا در دهن در همون چیز نویسند جنت بوستان سراش دیگه نمیوان طلا هم. اگه میبینی خدا ما میبینن در تاریخ نامه‌شون میگه به همین سپاهیاش میگذاشتن که کودک‌ها بازی داشتن، ایدهن دائم گردنبند ده کودک همو زنجیرکاشون میکنن طلا بود، اصلا میگیرن ایده همو با مجبوری سپاهیاش آورده آب کرده دهن در همون جنت چه مینویسن که جنت شداد و فلان میخواد تعریف نامه مینویسن. همین حالت همین کودک‌ها یتیم بدین دعا میکنن که پروردگار رو همینا که ظلم کردن ملکش خراب که و دعای یتیم میگه ملک شداد خراب شد. گویا میشه که ما گمان میکنیم که سپاه خدا با یگان اسب و با یگان مقصد دیگه نیزه و شمشیر میبینه. نه، سپاه خدا در همین زمین مظلومه. یک حکومت سبعه یعنی قوم سبعه کرموشان اس کردن، همون پلاتینش تکش خویدن، همون پلاتین داروشون غرمیدن واش مردن. زمانی که همین آمد یک ویروس کرونا ایرپورت‌های دنیا رو منع کرد، نه هیچ کاری بچه‌اش نمیبینه. این یک قدرت خدای نمیه. در یک روز ضرر چین 5 میلیارد دلار بود. یک کرونا هیچ کس نمیبینه او را. چقدر آدم‌ها سیرایت میشدن. بعد میگه شداد هم می کار کرده. حضرت عزرائیل خطی بالای اسبش میگه جانش گرفت و میگه حضرت عزرائیل میگه حسرت خوردم که با همینجا به حضرت مور نصیحت میکنه که به دنیا نفسی او شده اژدهای بمرد آخر به دعوای خدای. نفسی که انسان اگر امور مطیع شریعت نکنه این نفس آدم بسیار به ایمان میکنه. این همین دنیا دا برای چی امروز ما عذاب میکشیم؟ برای قناعت نداریم. رسول اکرم پرسیدن که آزادی در چیست؟ حضرت در قناعت. یا پدر و مادر 10 فرزند تا دیوال کلام میکرد زن و شو میداد ایم قشلوق بیرون نمیبرومد. قناعت نیست دیگه، قناعت نمون دیگه. باور کنید این همین بسیاری ما را نفس رسوا کرده. به دنیا نفسی او شد اژدهای بمرد آخر به دعوای خدای. مخور هرگز فریب عشوه دون بریزد آخرین خنجر ز تو خون. برای مهر دنیا می رود دین که جمع دین و دنیا نیست ممکن. این دنیا را با دین هیچ کس جمع کردن نمیتونه. هیچ کس این بسیار گفته دنیا دا بسیار نروی شما خنجرش بزیبای. هزارها هزار آدم این سرش بریدگی این بدبختی عروس با هر روز در فکر شوی نوای. رسول اکرم تبسم میکنه از شب معراج. بعد از او پرسیدن که ازش تبسم میکنی؟ او شب معراج وقتی که آسمانی بالا دا که من میرفتم یک زنی زیبا رو 3 بار با من پیشنهاد کردن، من طلاقش دادم. گفتن او کی بود حضرت؟ او خدا دنیا را به صورت زن من پیشنهاد کرد اما من در روز گفتم که من ترا طلاق دادگیم. من ترا طلاق دادگیم. یگانه امت و بنده های خدا در این زمین موحد باقی ماندن، آخرت دوست می‌دارن. این امت های رسول اکرم. ما دنیا را سخت دوست می‌داریم یا آخرت؟ آخرت ما دوست می‌داریم. این دنیایی که آخرت ما در ضرر ته برادرها، این دنیا بسیار دنیای بده. این دنیا قدی باید ما آخرت خریم. حضرت امام ابو حنیفه را میپرسیدن که دنیا جمع کنیم، میگفت اگر انگی عثمان جمع کنیم.
میگفته چرا؟ میگه رسول اکرم روز جنگ تبوک شیشتگی بود که از ضرر قشاقی کمبغلی صحابه حضرت میگه پیشنهاد میکردن که نانی خوردن نیست، آبی نوشیدن نیست، خانه همون حالش بده. حضرت میگه بسیار میگه زیق شدن. حضرت عثمان میگه برو آمدن رفتن، اندک بعد آمدن یک نیم تحمیق لیمچه میگه طلا آوردن در دامن رسول اکرم ریختن. گفتن حضرت همون برکت های تجارت ما که جمع کرده بودم این همین روز اشما میتیم که زیق نشه تقسیمش کنه. و میگه جناب پیغمبرم که سرشون رو برداشتن. ابو رافع حدیث روایت میکنه میگه دیدیم همین چهره پیغمبر نورش بعد همین کنم که روشن شد که ای نوری طلا درخشید. بعد از او گفت که ای برادرو، ای اصحابی، گفت ای صحابه هم، گفت امروز گناه در عثمان دیگر ضرر نمیکنه. این چی بود؟ گفتن عثمان جنت خرید. حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدن که دنیا جمع کنیم، گفت رنگ عثمان جمع کنیم. که به همین دنیا قد چی را خرید حضرت؟ آخرت خرید. هیچ محل دنیا جمع کنی حرام نیست وقتی خیل دنیا جمع کنی باشه. دنیا جمع کنی زکات حرام نیست، صدقات حرام نیست، احسان حرام نیست. همون دنیایی که ما را رنگ قارون میکشه حرامه. همین دنیایی که ما را رنگ شداد میکشه حرامه. همون دنیایی که ما را رنگ ابو جهل میکشه حرامه. ما را دنیایی که رنگ حضرت عثمان و رنگ حضرت عبدالرحمن ابن عوف و رنگ اینو کشه، این خیلی دنیا حتما در کارای ما. برای مهر دنیا میرود دین که جمعی دین دنیا نیست ممکن. برای مال آید بر سر تیغ فرو گیرد همیشه شمس را میغ. به هر دلگر کند جا مهر دنیا شود محروم. عشقی حق تعالی که طبعی او بجوید گنج چون مار شود با زهر او آخر گرفتار. نگردد عاقبت زهرش به افسون ندارد داروی جز لطف بیچون. نیفزاید ز رزق دانه اینجا چرا چسبیده ای در عشق دنیا. چیزی را که خدا ریسک کرده باشه برادر رو همون رو میخره. میگه این دنیا یک دانه ریسک شما رو زیاد نمیکنه، میگه ریسک خدا زیاد میکنه. ریسک خدا میتیه. هیچ محل ریسک شما کم و زیاد نمیشه، میگه خدا میکنه. این دوا همش سببه، قسم به خدا. این دوا همش چی عزیزو؟ سببه. هارون الرشید عورا رو نگاه میکرد میگفته ای عبرها، اگر شما در اندلس در اسپانیا میبره، شما در چین میبره و در هند میبره، حاصل شما رو من میخرم حاکمان. روزه میگه که بر قبضه ملک الموت که گرفتار شد، بعد از اون میگه که گورما در پیش چشمم کنه کنی و میگه گورش هم تا کندن لحد دید و گفت سپاهیای من فیروت کنه که تاگه قصر بیانماش. همه سپاهی آمدن گفتن در کجا این سپاهی رو آخرش؟ گفتن آخرش ای اروپا برآمده است، اولش در پیش خط است. گفت هارون الرشید نمی قدر یگان تشتر ای مردن خلاص کردن نمیتونه، این نمی لحد خود تو خمه دروی وای بر حال دک نمیدونیم که درون لحد چی گپه. یزید ابن معاویه بچه حضرت معاویه و معاویه ابن یزید بچه یزید النبیره حضرت معاویه 6 ماه حاکمی میکنه، با تمام ریاست جمع میکنه، بالای منبر میبره میگه گوش کنه بابا معاویه حضرت علی قدی بسیار کشاکش کرد، من میدونم که علی حق بود بابای من گردن نداد، اما علی هم لحد رفت و بابام هم لحد رفت، نمیدونم لحد جونده چی گپای. پدرم خاندان پیامبر دا دست درازی کرد یزید، امروز لحد خودش توقه رفت، من نمیدونم که اونجا دا چی گپای. من هم فکر کردم که پیغمبرم توقه میدونم بیای امیر ریاست و سلطنتون و خلیفگیتون گیره یگون تا مونی و من مونی همین 2 روزه دنیا دا خدا خدی کم در شین مکه 6 ماه خلافتش نمیگم، همین میگه حکومت سپاری در مروان. برای همین حضرت ما رو نصیحت میکنه که نیفزاید ز رزق دانه اینجا همین آدمی از تورتانک برید نه حجا دام میمونه، میگیم چیز خدا داده همون رو میخریم، چیزی که پروردگار داده باشه ما همون رو میخریم. و یا هستی برای غیر حمال که خوردن از دیگرها و زیتو مال. اما وقتی تو حمالی باربرداری قدر کار میکنی کدام روز ای دنیا میری و کیم که از مال تو منفعت میگیره؟ همین دنیا دا کیم که ای مال ما منفعت میگیره؟ در حالت ترکه دیدگین کیم که ای مال ما
منفیت میگیره میره مولی مورد. حضرت داود علیه السلام گریه میکرده که پروردگارو ای تو پناه میطلبم از همون مال و ثروتی که من جمع کردم، من ای دنیا میمرم میگذرم میرم ای روی حلال، او در دست زنی بیباک و فرزندی بیباک من میغلطه، اونها در رای افلاس او را صرف میکنن، اما من فردا جواب میتیم. من اینکه ما پناه میطلبم. برای همین حضرت در اینجا مورا و یا هستی برای غیر حماک خوردن از دیگرها و از تو مال، ببین که میکند جمعش بسوزن که سازد به اباتاراج. خیرمن بسوزن بسیاری بیچاره جمع میکنن همین تای دنیا میرن و بخشوخه بودش میکنن کیم کی دیگه در پیش چشممون ده ها انسان های دنیا گذشتن، همه چی شده همه جزدن رفت. میگه دنیا همینه و آیین رسول همه دنیا داری هم به دیدگاه شریعت حلال های، به دیدگاه اسلام حلال های. بعضی دنیا داری های هسته که ما را ضرر ده میبره، ما را بسیار افگار میکنه، سری ما را بسیار تیغ و بسیار کلفت و افت میبیره. زی حرص آمد و چشمی عبرتت کور، نبینی حالی مرگ نزدیک و دور ببین امروز که دیگر نبینی، شد از حائل میانی چشم بینی. انسان حرص داشته. اولین گناهی که آدم از جنت سر کرد این حرص بود. خدا امرش کرد که همین درخت نزدیک نمیشی، اشکار کرد آمد همین درخت نزدیک شد، خورد غلط در جنت. چشم ما را می حرص کور کرده گیا، این می تشنگی گوشنگی ما را کور کرده گیا. نباشه بینی همین دسترخوان پر همه ما یا لقمه خوردم سیر کردیم، این می حرص ما را کور کرده همین روز. حق نمیبینه میگه ای بس آمد رسید فلان ابنی فلان نمون، اون عروض گفته زیم وای فلانی گزیل زده بولاک شده، فلانی را آمده یک کماز جقیده دمانه در منطقه خما 30-40 کس مرد عروض فهمیده زیم، اما حرص دنیا کور ما کرده میگه نمیبینیم ممکن پگه نوبتی ما باشه. هر روز یک انسان فهمیده زیم که دنیا رفت ای دنیا این شد، اما میگه حضرت که همین بین چشم بوده حایل حرص همین خیلی کرده میگه کور شدیم. یک مرتبه میگه این پرده ها رو بالا برداره، این پرده ها رو بینه میگه حقیقته. زی شاهان شد نشان و نام برهم، بیمان تا حشر نامی ابن ادهم، ندارد عاشقی ذاتی خدا مرگ، به عشقی پاک کرد این جی فرا ترک. هزار امپراتور و پاچه دنیا رفت نام ابن ادهم، نام ابراهیم ابن ادهم چه با دنیا رو پسی پوزد. عاشقای خدا هیچ محل مردن ندارن. اگر دنیا پس میشه و می ایروان نام ایشون این طورا میمونه، دنیا پس بلند میشه و نام ایشون عبدالرحمن جان میمونه. عزیزو همه مونده دنیا جمع کنی رنگ همینا یاد گیریم. همینا در همین روز دنیا می اومد، همین روز دنیا رو با صرف میکردن. همین روز دنیا می اومد، همین روز دنیا رو چی میکردن؟ صرف میکردن. روایت میکنن که همین خلیفه صوفی همین کشیفی را بچه داشته به نام محمد کبیر 16 ساله، از خود که قطارکوهای یغناب یک 20 دانه گوسفند میبیارن در خونش که در راه خدا مقصد حضرت دعا کنه شما دمو امیر هدیه آوردیم. میگه بچهش میگه که دو همه رو نکشه شما، من همینا رو مول میکنم و سرک میکنم. میگه هم میخنده میگه بچه این بچه ما آدم خوب شده، خوب به خدا در کاره، خوب به خدا در کاره. همین پیشین در نفس میکنه و شام تو منحش میبندن و میگن چوکر. میگه اگه دنیا داره یا نفس میکنه محمد کبیر گفتنی بچه داشته همین تو شام ده یا مقصد دیگه همین بچه میمیره. میگه اکنون نخو که مولی که در راه خدا اومده با این جمع میکرشه. برای همین میگه شما میگه دنیا رو جمع کنی، نه به این معنی که دنیا ما را خدا دور کنه. وقتی دنیایی که ما را به خدا پیوسته میتی از او دنیا حلال است. ندارد عاشقی ذاتی خدا مرگ، به عشقی پاک گرد این جی فراتر، از این محدث دوباره کن طهارت، شود تا خانه دین خوش عمارت. آدم که به طهارت چه طهارت میگیره عزیزا؟ به طهارت بسیار شدیم، رفیقی بد قدی ششتیم، برنامه بد قدی ششتیم، آدمی بد قدی ششتیم، بسیار بی‌زیب گشتیم. اکنون این به طهارتی ای آدم حاجت خانه میدره طهارت میگیره. بیا ای همین زندگی به معنی طهارت کنیم.
بیایم حیات به معنی ما تورات کنیم. آدم توراتش خانه خود چیکار میکنه؟ میشکنه تورات میکنه. هزارها آدم حرام اومد که ایمان ما را شکست، ایمان ما را قریب برهم داد، برنامه هامون را برهم داد. حاضرم که وقت هسته با صحبت علما، با نشست علما، با دوستداری ولی های خدا استفاده بره. روز قیامت تمام ثواب بسته میشه. در مقصد تمام شوی داشتن مگر ثواب در حضور علما شیشتن علم گرفتن، همین تمام نمیشه. نمازم ثوابش نقطه میشه، زکاتم حجم، اما در پیش علما میشنه یا چه به آموزی، همین ثوابش تمام نمیشه. کجا به فضل حق دنیا گذاری، بری دزدان دین دنیاست داری. زی جامی کهنه نوشی جرعی نو، نگیری نقد عالم را به یک جا. ای برادرو، اول فضل خدا را طلب کنید به دنیا را. ای پروردگارو، همین فضل دادی، اول فضل تده به دنیا را مدتی. زیرا اینکه آدمی که به فضل خدا دنیا طلب میکنه این دزدیدین بده. باید ما فضل خدا را طلب کنیم. یکی از فضل الله برادرو این همینه که هیچ محل به صحبت علما نباشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن فرستاده خدا برای ما از فضل رحمت خدا گفزن، گو از فضل رحمت خدا همینه که علیکم بمجالسه العلماء، همیشه مجلس علما داشتید. این فضل است. در اینجا بسیاری کار رو ما حل میکنیم، در اینجا بسیاری کجیامون ما راست میکنیم. اگر گوساله سامیری کند بانگ نمیگیری، زری او را به یک دانگ ز عشق حق مهی افلاک حارون، ز مهریدون به قعر ارز قارون. موسی معجزه نشان میده دایره میکفه. موسی معجزه نشان میده ای آسمان اصل میباره، ای آسمان بودنه میباره. اما بدبخت سامری را بین که با طلاها میبیاره، مردم طلا تقسیم میکنه، یک گوساله ساز میکنه، از شمال گوساله دا میرسه، گوساله هو میگه، مردم انمیق معجزه را در زمین میپرتیان، میبین گوساله پرست میشوند. این مردم به نهایت به معنی های حمیق دین آیین به نیکای محمدی به دنیا آمده. این قدر اسلام دین و فضل رحمت های. باور کنه امروز یک عمل دنیایی شوه هزارها انسان جمع میشوند. پیغمبر بالای منبر دا بود که همون سال قحطی بود، بالای منبر دا بود که سوره جمعه نازل شد. در این حالت پیغمبر بالای منبر دا صحبت داشت که کاروان آمدن، گفتن مال و متاع آمد، همه مسجد پرده به سوی چیزی دوید مگر 13 کس تای منبر شیشتن. قرآن میگه و ترکوک قائما، اینا تو را راستو پرتوخته پیش گرفته میروند، اما نمیدونن که رزق ای جانب خدای اخی، اما نمیدونن رزق ای جانب الله. سعری بامداد یا صفوده مای، اگر خدای نکنم جای ارتیست بیاید که 100,000 آدم جمع میشن. نمیخه دنیا میگه حضرت ما رو گفته زمین میگه یک گوساله سامری بوع گفت، میگه 90% جهود گوساله پرست شد. این که معجزه موسی در زمین زد. امروز پیغمبر در جامعه ما مظلومه، ما پیغمبر را نشناختیم. پیغمبر مظلوم شد در جامعه ما، پیغمبر مظلومه. مسیحی ها مظلومش کردن، نامش انجیل گرفتن. یهودی ها مظلومش کردن، نامش تورات گرفتن، همین آزارش دادن. اون چیزی که پیامبر آورد امروز ما همون را بسیار نسبتش مظلومانه رفتار میکنیم. پیامبر از سنت ما مظلوم کردیم، شریعت پیامبر را مظلوم کردیم، حاصل میکنیم. چی خدمت ها برای ما حضرت کردن، امروز در ما همچون مظلوم های. اون چیزی که قرآن برای ما گپ میزنه اون چیه؟ اون برای ما چیه؟ برای ما اون چیزی قرآن گپ میزنه اون نشده است. اون دین آیین فرهنگی که رسول اکرم آورد او دینداری او فرهنگداری دیگر نشده است. قسم به خدا انا رسول الله خیلی در جامعه مظلوم شد. پیامبر همچون مظلوم دیدین. شما پیغمبر گفتن افتوبا للغربا، خشا به حال او انسان هایی که در حالت مظلوم شدن سنت من، رسوا شدن سنت من، فاسد شدن سنت من میخیزن. همین جوان مردا با دین من همیقبنی از سنت من زنده میکنن یا اوینی من زنده میکنن. پیامبر امروز خیلی مظلوم شد. امروز خیلی در جامعه های ما، جامعه های مسلمان نشین، پیامبر ما دیگر خیلی تأثیر سنتش کمه، تأثیر آیینش کمه. حاصل میکنیم دیگر، شوخی میکنیم. برای همین حضرت ما رو گفته یک گوساله سامری هو گفت، میگن یهود همه گوساله پرست شد، اما موسی را قدر نمیکنن. امروز هزارها میدانای سامری ما رو به ایمان فاسق کرده است، اما آیین پیغمبر بعدی است.
خداوند خیر قبول کنه و ما و شما رو برای راست هدایت کنه و این دکان رو آباد کنه. خداوند قدم‌های ما و شما را مبارک کنه، صاحب خیر پدر و مادرش گوش پرنور کنه، عاقبت کارمان به خیر، ایمانمان به سلامت گردانه. پروردگار دعوت‌ها را مونیس قبرمان و دستگیر آخرتمان و آبادی دنیامان گردانه. خدای برای ما توفیق ایمان و هدایت ته که رنگ حضرت عثمان و رنگ ابن عوف و رنگ همون شخصیت ها دنیا دار باشیم. این دنیای ما را آباد گردان خدای، با آیین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چند روز معیشت مانه و آخرت ما را آبادتر گردان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. شما دعا کنید. پروردگار را به حق 99 تا نام پاک عود ولی حاج حیدر شفای کامل عمر دراز تنی صحت خاطری جمعشان ته و سالم برآمدنشان نصیب کنه. الله اکبر. خدا نگهبان کنه. شما من میخزم برو من سلام